برای تشریح الگوریتم C5 مجددا از دیتابیس DRAG1N در منوی دمو استفاده میشه. فیلد هایی که مورد بررسی قرار میگیرن سن که متغیری از نوع رنج هست، جنسیت که فلگ هست 1 و 0، بی پی فشار خون که 3 وضعیت بالا، متوسط و پایین رو داره، کلسترول خون که دارای 2 وضعیت نرمال و بالا هست، NA سدیم خون، K پتاسیم خون و نوع دارویی که توسط پزشک تجویز میشه. برای اینکه این دیتابیس رو که در هلپ نرم افزار کلمنتاین قرار داره فرا بخونیم، از منوی سورس یه وریبل فایل انتخاب میکنیم، از بروز میکنیم، از مسیر دموز فایل DRAG1N رو انتخاب کرده اوکی میکنیم. میتونیم یه تیبل بگیریم از این پایگاه داده. بعد از اینکه این پایگاه داده رو اکزیکیوت بکنیم، فیلدها در سرستون ها ملاحظه میشه و میبینیم که 200 رکورد وجود داره. اگر بخوایم اطلاعات آمار توصیفی بگیریم از این پایگاه داده، کافیست روی این گزینه کلیک بکنیم. با اجرا کردن گزینه دیتا ادیت اطلاعات آمار توصیفی اون رو میبینیم. اگر بخوایم دیرکشن یا جهت فیلد ها رو مشخص بکنیم، چون الگوریتم C5 یک الگوریتم کلاسیفیکیشن هست که هم برای ساخت درخت تصمیم و هم برای ساخت قواعد تصمیم تعیین میشه، از اونجایی که یک الگوریتمی که برای طبقه بندی استفاده میشه، لذا یه نوع یادگیری با سرپرست محسوب میشه. لذا در این الگوریتم ما هم فیلد ورودی داریم و هم فیلد خروجی. برای همین منظور از منوی فیلد آپشن یک گره تایپ انتخاب میکنیم. این متغیرها دیرکشن اینپوت دارن، اما دارو دیرکشن آتپوت داره. ولیو ها رو هم من رید میکنم که مشکلی وجود نداشته باشه. با توجه به اینکه در فایل قبلی توضیح داده شد که نسبت NA به K در انتخاب دارو تاثیر میگذارن، لذا از منوی فیلد آپشن یک گره درایو انتخاب میکنیم و در این گره نسبت NA به K رو حساب میکنیم. به این صورت و از منوی فیلد آپشن این بار یه فیلتر انتخاب میکنیم، یک گره فیلتر انتخاب میکنیم، گره فیلتر و NA و K رو حذف میکنیم. لذا اگر این بار از منوی فیلد آپشن یک گره تایپ انتخاب بکنیم، ملاحظه می‌فرمایید که NA و K در پایگاه داده ما وجود نداره، فقط نسبت NA به K هست. اگه ولیو ها رو رید کنیم، نوع متغیر NA به K هم مشخص میشه. حال اگر از گره زبانه مدلینگ گره C5 رو انتخاب بکنیم که این گره C5 انحصاراً متعلق هست به نرم افزار کلمنتاین، نرم افزارهای داده‌کاوی دیگه مثل وکا فقط میتونن الگوریتم C4.5 رو انجام بدن و لایسنس ندارن برای اجرای الگوریتم C5. الگوریتم C5 هم درخت تصمیم میسازه، هم قواعد تصمیم. اگر ابتدا بخوایم درخت تصمیم بسازیم، رو گزینه اکزیکیوت اگر کلیک بکنیم، این الگوریتم در حقیقت در حال اجرا شدن هست.
خروجی اینجا هست. اگر خروجی رو اکزیکیوت بکنیم درخت تصمیم ما ساخته میشه. اینها قواعد تصمیمی هستن که بر این درخت حاکم هست. اینجا میتونیم در حقیقت از طریق زبانه ویور درخت تصمیممون رو ببینیم و نحوه نمایشش رو هم میتونیم با شیوه‌های مختلف سازمان بدیم. به هر حال اون درخت این قواعد رو میده، میگه اگه نسبت اینا به که کمتر از 14 و خورده‌ای باشه داروی X مصرف میشه، اگه BP از نوع بالا باشه داروی A مصرف میشه الی آخر. عرض کردم از این الگوریتم هم برای ساخت درخت تصمیم استفاده میشه که دیدید، هم میتونیم قواعد تصمیم ایجاد کنیم. میبینید ملاحظه میفرمایید که برای داروهای مختلف قواعد تصمیم به این صورت ارائه شد.